میگویم با شما بیننده شبکه ورزش. اما سالا برابر فرا رسیدن فصل زمستان ما کوشش میکنیم که یک یا دو مرتبه با مجمع سیاحی ورزشی سفید دره بیاییم. البته که برای سرعت و فراغت نه، برای انعکاس و ترغیب و تشویق رشته لیژرانی. باید بگویم که یگانه مکتب لیژرانی در موضع سفید دره جایگیر است و ما این نوبت کوشش میکنیم که از رشد و نمو، پیشرفت و دستاوردهای این رشته ورزش شما را آشنا سازیم. پس اگر به این رشته ورزش توجه دارید و میخواهید که معلومات بیشتر پیدا کنید، ما را همراه باشید. از سرچشمه‌ها اطلاع پیدا کردیم که نمودهای ورزش زمستانه در موضع‌های مختلف تاجیکستان خیلی بروقت به مشاهده می‌رسید. از سال‌های 50 سرکرده در منطقه خوجه آب گرم، کوههای سفید دره و موضع تگاب دوستداران لیژرانی کوهی مشغولیت می‌گذرانیدند. در آن سال‌ها نمایندگان تاجیک به طور هوسکار قدم‌های اول را می‌گذاشتند. چون مرحله به مرحله خواهشمندان زیاد شدند، همان وقت سرکردگان این رشته کلوب لیژرانی ورزاب را تشکیل دادند که آهسته آهسته تعداد لیژران‌ها افزود. بعد سال‌های 70 لیژرانی به رسمیت در کشور شناخته شد و برای بنیاد بازه یا مکان معین مشق ورزی زمینه گذاشته شد. سال 1976 باشد مکتب لیژرانی تأسیس یافت، ولی برای ما معلوم نیست که مکتب مذکور محض در موضع سفید دره بنیاد گردیده بود یا جای دیگر، ولی تاریخ بنیاد مکتب مذکور که تاکنون فعالیت دارد سال 1976 است. همکنون توجه میکنیم به فعالیت امروزه مکتب لیژرانی. بعد از تعمیر و تجدید و در سطح ضروری برای ماندن فعالیت مکتب مذکور، کار مربیان و ورزشگران خیلی آسان گردیده، مرحله به مرحله سطح و صفت آمادگی ها بیشتر می شود. ما ورزشگران را ورزشگران عمومیت میگن از سن سال 9 سالگی در اینجا قبول می نماییم و پیش از این هم 8 سالگی 7 سالگی عمومیت، یعنی که ورزشگران ذخیره در اینجا تیار می نماییم. ورزشگران ما خیلی خوب تیار شده ایستادند، یعنی که حالا در اینجا گویم که تکنیک دیگر گویم و تکنیک دیگر آموختیم آنها را از سالهای پیشین خیلی خردسالان خیلی پیش رفته ایستادند. در مکتب لیژرانی سفید دره عین حال 9 مربی اختصاصمند و تربیت شاگردان مشغول می باشند. در اینجا 11 گروه لیژرانی از جمله 6 گروه مکمل گردانی مهارت ورزشی و 5 گروه مشقی تعلیمی از حساب جوانان و نورسان تأسیس داده شده است که شماره آنها 92 نفر را تشکیل می دهد. طبق برنامه معین نموده مربیان مشق‌ها همه روزه دایر کرده می شوند. علیشیر قدرتوف اشتراکچی بازی‌های زمستانه المپی که تجربه کافی در این رشته دارد، امروز به نسل نو لیژران‌ها تمرین می دهد. این نمود ورزش یک نمود عجایب است که باید ورزشگر همه وقت در مشق و تمرین باشد، همه وقت خطاگی‌های خودش باید پرسه. ما مربیان باید همه وقت ورزشگر را فهمونیم، آموزونیم، نشون دهیم تکنیکا، تاکتیکا، تمام نازکی‌های ورزش ما باید بینیم، فهمونیم، سنجیم. چون گفتیم 9 مربی امروز رسالت پیشبرد رشته لیژرانی را در مکتب برداشت دارند که وابسته به توان و تجربه داشته خواهشمندان را می‌آموزانند. بچه‌ها، موضوعی که امروز ما به شما می‌فهمونیم برآمدن به بالا با لیژه، باید چگونه به بالا با لیژه برآمدن لازم است. در ما به بالا برآمدن در جهت دو نوع می شود. نوع یکم حرکت ارچه مانند، دوم حرکت زینه مانند. ما امروز به شما طرز درست به بالا برآمدن زینه مانند را نشان می دهیم.
شما با دقت باشید و این کار وقتی که من اجرا میکنم بعد شما باید بعد از من خیلی که من اجرا کردم و شما همین مشق شما هم خیلی اجرا کنید. با حرکتی با بالا برآمدن شما باید کمی پای خود رو طرف بالا قطع کنید بعد حرکت کنید. شما با دقت باشید که با این مشق رو شما اجرا کنید. البته دیدید ما امروز موضوع امروز ما حرکت با بالا بود، یعنی که دو نمود حرکت می شود. یکم حرکت بالا برآمدن با واسطه ارچه مانند و دوم با واسطه یعنی که طرز زینه مانند با بالا برآمدن و این رو اجرا کردیم. اکنون باز ما می توانیم که باز با بالا برایم در بلندی اصلی بر 2500 متر و اونجا فرود آمدن آزاد و فرود آمدن طرز آزاد با ورزشگران این مشق را اجرا کنیم. خوب، همون مسافه که شما گفتید 2500 نه؟ همونجا همه سن سال میروند تمرین میکنند یا که سن سال معین است؟ البته این مهم است چون که ما نمیتونیم که تمام ورزشگران رو با اونجا بریم. البته موافق برنامه‌ای که ما داریم باید ما کودکانی که نه با این مکتب ما قبول میکنیم. البته هیچ ما با بالا در این بلندی برآورده نمیتونیم چون که اونجا بسیار بلند است. ما اول با چند گروه ورزشگران رو تقسیم میکنیم و وقتی که ورزشگرانی که در اینجا اجرا هم برنامه رو اجرا میکنند بعد ما خود مربیان بعد انتخاب میکنند و بهترینه که علاقه میتونن که با بالا برن بعد ما اونها رو با بالا میبریم. تشکر. خب دوستان عزیز، اکنون ما با همراهی ورزشکاران با همون نقطه نهایی نقطه 2500 متر میرویم و تمرین ها و رفت آمادگی بچه‌ها رو ما حتما به شما نشان میدیم. هرچند بعضی کمبودی ها هست ولی ما باید پیشروی ها را حتما بگوییم. نسبت به سالهای پیشینه که ورزشکاران در صف دره تمرین میکردن امروز واقعا تحولات جدی به میان آمده است و امکانیت خوبی برای لیژرانان در صف دره مهیا شده است. مخصوصا چون ما اطلاع گرفتیم سالهای پیش ورزشکاران خیلی مسافه های طولانی را پیاده طی میکردن و برای تمرین کردنشان دشوار هم بود. خوب، بیاید انیقترش این واقعیت رو مثلا این پیشروی رو خود مربیان قید کنند. شما گفتید که مثلا سالهای پیش مشکل بود. چگونه مشکل بود؟ امروز چه شده است؟ البته سالهای دراز میشد که ما در این مکتب لیژرانی کار و فعالیت میکنیم. البته تمام این کمبودی که در اینجا وجود داشت ما شاهد هستیم. البته شما درست میگید که سالهای پیش بسیار وزنین بود. باید وقتی که ما باید برای اجرا کردن مشغولیت ها با بالا رویم. البته برای با بالا رفتن راه های تنابی لازم است. برای اجرا کردن برنامه های تعلیمی که در پیش ما گذاشته شده است، البته برای اجرا کردن راه های تنابی بسیار لازم هستند. البته سالهای پیش این چیزها بودن اما آنها درست کار نمی‌کردند، زمانوی نبودند. ما تمام مشغولات خود را یعنی پیاده اجرا میکردیم. شما شاهد هستید که این لوازمات لیژه چقدر وزن هستند، برای بالا رفتن چقدر همون انرژی کودک صرف می شود. این بسیار مشکلی ها بود. البته حاضر با شرافت استقلالیت، با شرافت آرامی و کشورمون، با هدایت های جنوبی ولی این موضوع یعنی یک صفحه داره دوباره آباد کرده شد. شما چی طور که شما شاهد هستید در این راه تنابی زمانوی ما با بالا می رویم. البته برای پیش بردن برنامه این راه تنابی بسیار فایده کلان دارد. ورزشگران هنگام با بالا رفتن استراحت میکنند. همون قوتی که در وقت فرآمده از مانع ها
اونها از دست میتن در اینجا علاقه باز دوباره برقرار میشود. این بسیار خوب است. سالهای پیش شما مثلا همون مسافه‌ای که میرفتید در یک روز چند مرتبه میرفتید و بچه‌ها چند مرتبه امکان پیدا میکردن که با پای بخورن؟ اگر ما در همین مکتب خود در مکتب زمستانه دو نمود رو نمود اسلالوم خور و اسلالوم کلان اجرا کنیم. نمود اسلالوم خور در مسافه 380 متر در ماه است، اما در خارج علاقه 500-600 متر در بر میگیرد با گذاشتن 60 مونیا 70 مونیا یا 50 مونیا. اما اگر نمود گیگانت کلان رو ما تمرین کنیم در ما این مسافه 800 متر است، در خارج 1000-1200 متر در بر میگیرد. البته شما فکر کنید که 1200 متر یا که 800 متر با بالا بر آمدن در زمستان در این بلندی خودی تماشابین باید درک کنه که چه خیلی مشکل است. اینو کودک هستند یا اینکه بسیار به اینا وزمین است. اگر اجرا کنه با فکر من که یک بار در این مسافه میتواند دیگر نمیتواند که با بالا برد. برای همین این خب امروز شرط بین شما خود شما شاهد است که این چیز پوشیدن است که این چه بسیار خوب شده است. ما در یک روز میتونیم که 10 مرتبه در میتونیم که 20 مرتبه با بالا بریم و از همون موضوعی که در پیش میگذاریم اونها رو اجرا کنیم. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، همکنون ما با نقطه 1500 متر نزدیک شدیم. خب یک جای میبینیم که اینجا چی تمرین ها رو ورزشکاران اجرا میکنن. انا اینجا نقطه نهایی است، بلندی 2500 و حتی زیادتر از آن. در این محیط تمرین کردن واقعا کار دشوار است، زیرا هم شمال سرد است و هم ریزش برف. ولی نورسانی که این رشته را اختیار کردند باید به همه مشکل ها تا باور باشند. این قسمتی تمرین ها گذشتن از مانع ها و فرآمدن به طرز آزاد می باشد که یک گروه معین عمل های مذکور را اجرا می کنند. در مکتب ما حالا دو نمود میتوانند که ورزشکاران ما در مسابقه اشتراک کنند. مثال که سلالوم خرد میگیم مسافه کوتاه‌تر و سلالوم کلان میگیم مسافه درازتر میتونند که شرکت بزنند. بسیارتر مشق‌های ما طبق نقشه کاری هست. نقشه کاری ترتیب دادگی از نقشه کاری مثال که براه میمونیم. اگر بعض مشکلات شود اگر ما یگان وای کردن نتونیم، البته آنها رو از اینترنت استفاده میبریم. بعدی بهتر گشتن شرایط در مکتب همچنین درس‌های نظریوی نیز تشکیل کرده شد و با این واسطه مربیان ملکه ورزشی لیژران‌ها را بیشتر میکنند و از روی برنامه‌های بین‌المللی لیژرانی به آنها دست میگذارند. با گفته مسئولین این اقدام برای اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی زمینه خوب میگذارد. در این مکتب لیژرانی هستند بچه‌هایی که بسیار شوق و رغبت زیاد دارند. علاقه معلوم شدگیه که بین ورزشگرها کدام ورزشگر حرکت زیاد داره. آینده ده هست ورزشگرای بهترین ورزشگرایی که پرچم برداری ملت میشن، پرچم برداری دولت میشن هستن ورزشگران. سالهای پیش دختران انگشت‌شمار به نظر می رسیدند. حالا باشد از حساب دختران دهه‌های گرد و اطراف سفید دره شماره اشان بیشتر شده است که برابر پسران مشق ورزی می کنند. من از سال 2017 سر کرده تا این جانب در مکتب لیژرانی سفید دره مشق و تمرین میکنم.
اولها ما شرایط ها خوب نبود، برای ما شرایط ها خوب نبود. حالا خیلی شرایط ها مهیا گردیده شده است و من وقتی که اول به اینجا آمدم خیلی مشکل بود. کوشش کردم و چیزی که نمیدانستم از مربیم پرسیدم. من که شوق و هوس به این ورزش داشتم، از صمیم قلبم به مشق و تمرین کردم. در رفت مشق چندین مشکلی ها بود، میغلطیدم، اما من به این نگاه نکرده باز مشق و تمرین خود را ادامه دادم و توانستم که موفق گردم. برای درست کردن قسمت بالایی بدن باید اینو نغلطن، فهمیده؟ ایشه نکنید. тамоми наврасону ҷавононе ки инҷо тамрин мекунанд ҳамаашон аз деҳаҳои наздик ба мактаби лиҷаронӣ мебошанд. шояд дар дигар минтақаҳо низ хоҳишмандон бошанд, вале ҷалби онҳо ғайриимкон аст. متاسفانه تمام ورزشگران ما از همین دهه‌های گرد و اطراف از همین ناحیه ورزاب میشن و از همین دهه‌هایی که نزد همین بعض لیجرانی موجود است از همینجا میشن. البته ما میتونه اگر مثلا همون شرطی که شرط بود باشه اونها در اینجا تامین شود و خورد و خوراک جای خوب تامین شود، البته ما از تمام همین گوشه‌کنای مملکت ها میتونیم که قبول نموده اونها رو تمرین دیم. агар гап сари натиҷа равад, чуноне ки мо медонем, лиҷаронҳои тоҷик аз бозиҳои осиёӣ сар карда то ба бозиҳои олимпӣ кишвари моро намояндагӣ карданд, вале то ин дам медал ва ё ҷоизае дар ин ришта ба даст наомадааст ки мушкили рақами як маҳз ҳамин аст. дар кадом мусобиқае ки варзишгарони мо ширкат карданд, танҳо барои таҷриба гирифтан будаасту халос. варзишгарони мо аз солҳои 2017 ин ҷониб дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва универсиада ва дигар мусобиқаҳо низ ширкат варзиданд. аз мобайни 40 нафар варзишгарони беҳтарини дунё гӯям ки то ҷойҳои 8-ум 6-умро ишғол намуданд. ба бозиҳои зимистонаи олимпӣ ки дар пекини хитой аз 4 то 20 феврали соли ҷорӣ доир мешавад, мутаассифона ягон варзишгари моро хат нагирифтааст ва ширкат ҳам намекунад. бино ба иттилои мураббиён, сабабаш иштирок накардани варзишгарон дар мусобиқаҳои интихобӣ бо сабаби бемории ковид ва дигар мушкилҳои дохилӣ мебошад. ҳамакунун бозиҳои олимпии пекин бе иштироки лиҷаронҳои мо мегузарад, вале набояд то бозиҳои дигар хапу хомӯш нишинему ба сӯи муваффақият талош накунем. агар мушкилӣ нест, пас корро бояд ҷиддӣ бароҳ монд. солҳои пеш мо тамрин мекардем дар синни хурдсолагимон. трасҳо проблема дошт, мақсад роҳҳои таноби барқам бисёри вақт барқам набуд. ҳоло бошад мана роҳҳои таноби заминӣ аст, ҳавоӣ аст, ҳама чиз ҳаст, ягон мушкилӣ нест, ягон камбутӣ нест. мо мураббиё бояд фақат корро ҷиддӣ гирему ба варзишгароро тайёр кунем барои мусобиқаҳои байналмилалӣ. кӯшиши зиёд карда истодем, машқҳоро дучандон зиёд карда истодем. варзишгарони мо аз хеле беҳтар шуда истоданд ва дар оянда кӯшиш мекунем ки боз ҳам варзишгарони беҳтаринро тайёр намоем дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. солҳои пеш ба 4 варзишгар як лиҷа рост меомад. имрӯз бошад ҳар варзишгар лиҷа ва либоси варзишӣ алоҳида дорад. инчунин дигар лавозимоте ки барои онҳо лозим аст дар ин ҷо пайдост. шояд барои хубтару беҳтар омода кардани лиҷаронҳои касбӣ аз хориҷ мураббӣ даъват кунем ё мутахассисони мо аз уҳдаи кор мебароянд. мураббиёни мо дигар давлатҳо рафтанд, бо ҳамроҳии варзишгарон яъне омӯхтанд, техникаи дигарро омӯхтанд. гӯем ки мураббиёни мо метавонанд ки варзишгарони беҳтарин барои мусобиқаҳои байналмилалӣ, олимпиадаҳо ва универсиада ва дигар мусобиқаҳои олимпӣ, мисол ки дигар мусобиқаҳо метавонанд
ورزشگر رو تیار نمایند. چون گفته شد در مکتب لیجرانی سفید دره دو نوع لیجرانی سلالومی خرد و سلالومی بزرگ با دست پروران تمرین داده می شود و بیرون از کشور نیز از همین رویه شرکت می ورزند. اگر گوییم که در مسابقه های داخلی رقابت پذیری چندان جدی نیست خطا نخواهیم کرد، چرا که یک گروه ورزشگرانی هستند که پیوسته صدرنشین مسابقه ها می باشند. کار دشوار است ولی باید این قالب رو شکست تا هر سال بهترین ها عوض شوند. امروز ها منتخب لیجرانی کشور با همان رژیم معمولی تمرین ها را به راه مانده برای کسبیت بیشتر گرفتن تمرین میکنند. چون از مربیان در مورد اشتراک در مسابقه های بین المللی پرسان شدیم، معلوم گردید که امسال در نقشه آنها یگان مسابقه بین المللی نیست که شرکت نمایند. در مجموع بعد از تعمیر و از نوسازی مکتب لیجرانی سفید دره شرط و شرایط برای مشق‌ورزان خوب شده است، ولی مربیان میگویند برای آنها وقت لازم است تا برای نتیجه گرفتن تلاش کنند. هنگام تهیه برنامه برامون معلوم گردید که آن مشکلی و مانع‌هایی که سالهای پیش برای مسئولین و مربیان مانعی پیش می آورد دیگر آن مشکلی ها پس سر شدند و چگونه که مربیان ابراز داشتند یگانه کمبودی گوییم یا که نارسایی گوییم فقط آن است که لیجرانان ما باید از مسابقه های بین المللی نتیجه به دست بیارند. واقعا چون ما در اینجا مشاهده کردیم تمام امکانیت، شرایط و محیط تمرینی برای ورزشکاران فراهم آورده شده است. تنها در این میان باید مربیان کار را جدی به راه مانده بهترین ورزشکاران را، بهترین لیجران ها را آماده نمایند تا آنها توانند از این رشته ورزش در سطح بین المللی کشور ما را معرفی کنند.